ассалому алейкум тамошобинони муҳтарам. Наши навбати барномаи иттилооти ахбори аз телевизиони Тоҷикистон мустақиман манзуратон менамоем дар студия Наргиз Шарифзода. امروز اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان حسابات رئیسانی شهر پنجکند، ناحیه دیوشتیچی ولایت سوخت، ناحیه‌های رشت، نورآباد، تاجیک‌آباد، سنگوار و لخش را اوید به وضع کارهای صحرایی، جمع‌آوری حاصل غله‌دانگی، سبزیجات و میوه‌گی‌ها، کشت کارتوشکا، حالت بیمارخانه‌های شهر و ناحیه‌ها، اجرای سپارش‌ها اوید به چاره‌های پیشگیری پنجشنبه بیماری سیرتی کرونا ویروس و تعمیر و تجدید مؤسسه‌های تعلیمی شنیدند. سرور دولت محترم امامعلی رحمان با راهبران این شهر و ناحیه‌ها اوید بر رشد ساحه کشاورزی، تامین نقشه 40% زیاد کردن میدان کشت کارتوشکا، جمع‌آوری سریوقتی و بی‌تلف غله‌دانگی، سبزیجات، میوه‌جات، صادرات محصولات کشاورزی، تامین بازار استعمالی با مواد نیازی اول، بهبود بخشیدن وضع بیمارخانه‌ها، تامین طبابتخانه‌ها با مواد لازمه طبی، دارویی و خوراک، بلند برداشتن سطح و صفت خدمت‌رسانی به بیماران، تقویت بخشیدن تدبیرهای سانیتاری و گیگینی میان اهالی و مرکزهای اجتماعی و خدمت‌رسانی دستور و سپارش‌های مشخص دادند. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با نظرداشت وضع امروزه جهان و پنجشنبه بیماری سیرتی بار دیگر با رئیسان شهر و ناحیه‌ها برای در هر یک شهر و ناحیه بنیاد کردن بیمارخانه‌های سیرتی سپارش‌های قطعی دادند. همچنین سرور دولت دستور دادند که مکتب‌ها و مؤسسه‌های تا مکتبی را تعمیر و تجدید کرده به سال نو خوانش آماده سازند. از رئیسان شهر و ناحیه‌ها طلب کرده شد که هر یک عائله باید برای 2 سال مواد خوراک را در خانه‌هایشان ذخیره نمایند. تمام انشاءات ساحه اجتماعی و اقتصادی مملکت را به دوره تیر ماه زمستان سال‌های 2020-2021 تیار کرده ذخیره سوزشواری و مواد خوراک را تامین سازند. برنامه اخباری ادامه می‌دهیم. ستاد جمهوریوی اوید به پرزور نمودن تدبیرهای ضد اپیدمیوی و پیشگیری از پنجشنبه سیرتی کرونا ویروس کووید 19 در جمهوری تاجیکستان اطلاع می‌دهد که روز تا روز شماره گرفتاران سیرتی کووید 19 در مملکت کاهش یافته باشد هم، ولی به اهمیت دریایی قاعده‌های گیگین شخصی و جمعیتی احتمالیت خروج موج دوم این بیماری را به وجود می‌آورد. در همین زمینه امروزها با تشبث مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه با مقصد حفظ سالمی ساکنان و مهمانان پایتخت گروه‌های مخصوصی کاری تأسیس داده شده در جایهای جمعیتی، باغ و گلگشت‌ها و مرکزهای سودای و خدمت‌رسانی کارهای تبلیغاتی فهماندهی را عملی می‌نمایند. گزارش خبرنگاران ما. قبل از آغاز کارهای فهماندهی در باغ‌های استراحتی و کوچه و خیابان‌های پایتخت در باغ فرهنگی و فراغتی به نام استاد ابو عبدالله رودکی، نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه با راهبران گروه‌های کاری ملاقات نمودند. در ملاقات وابسته به پرزور نمودن کارهای فهماندهی در بین ساکنان توجه مخصوص ظاهر گردیده جهت به طور ضروری به راه ماندن فعالیت همگرایی دستورهای مشخص داده شد. گروه تبلیغگران در ناحیه اسماعیل سامانی که از حساب ساختارهای مربوطه شهری تشکیل شده است، کارهای فهماندهی را در باغ‌های فرهنگی و فراغتی حدود ناحیه، کوچه و خیابان‌ها و موضع‌های سیر و گشت ساکنان به راه ماندند. مشاهده‌ها نشان می‌دهند که با وجود پرزور نمودن تدبیرهای شدید پیشگیری کننده از سرایت بیماری کرونا ویروس کووید 19 و به طور عمومی به راه ماندن کارهای فهماندهی در پایتخت مملکت، حالا هم هستند شخصانی که در کوچه‌ها و باغ‌های استراحتی به نقاب گشت و گذار می‌کنند. از حساب گروه تبلیغگران ناحیه اسماعیل سامانی بر راهگذران ضرورت حتمی استفاده کردن از نقاب فهمانده شد و به شخصانی که به نقاب گشت و گذار می‌کردند رایگان نقاب محافظتی داده شد. ضمن صحبت با راهگذران اوید به استفاده نکردن نقاب محافظتی معلوم شد که متاسفانه حالا هم هستند نفرانی که قاعده‌های بهداشتی را دیده و دانسته رعایت نکرده به نقاب به کوچه می‌برآیند. هنگام نواربرداری عیان شد که اکثر ساکنان نقاب دارند و آن را استفاده نمیبرند و بعد مشاهده کردن نواربرداری گروه ایجادی پسان نقاب را بروی میکشند. در مجموع در 4 ناحیه شهر دوشنبه 45 گروه تبلیغاتی فهماندهی عبارت از 235 نفر کارمندان ساحه‌های گوناگون شهرداری تشکیل کرده شده و محل‌های سرنفوذ و جای‌های جمع‌شوی آدمان سفربر گردیدند. مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه از همه ساکنان و مهمانان پایتخت احترامانه دعوت به عمل می‌آورند که مسئله‌های استفاده نقاب‌های یک‌کرته، محلول‌های بی‌ضرر کننده یعنی آنتیسپتیک و فاصله اجتماعی را در جای‌های جمعیتی رعایت نموده به ضرورت از خانه نبرآیند. نوریدین قربان، خورشید عزیز برای برنامه اخبار.
در شهر دوشنبه برای پیشگیری از پهنشوی بیماری سیرایتی از جمله کووید 19 از جانب ساختارهای دخلدار پایتخت گروهی کاری تأسیس داده شده. همه روزه با ساکنان که در کوچه و گلگشت‌ها و جایهای سیرادن به نقاب‌های محافظتی گشت و گذار می‌نمایند، کارهای فهماندهی گذرانده می‌شود. گروهی کاری شهری که در آن نمایندگان ریاست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه، ریاست کار با جوانان و ورزش شهر دوشنبه، کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر دوشنبه شاملند، همه روزه در ناحیه‌های سینا، فردوسی، شاه منصور و اسماعیل سامانی با ساکنان واخوری و صحبت‌های سودمند دایر نموده اوید به طرز درست استفاده نمودن نقاب طبی و رعایت قاعده‌های بهداشتی معلومات می‌دهند. در دوره دستور سپارش‌های به واسطه رئیس شهر دوشنبه محترم رستم اوملی، گروه کاری با مقصد فهمانیدن کارهای تبلیغاتی و تشویقاتی و مخصوصا وارد گردیدن شهروندان به حدود پایتخت و جایهای جمعیتی، باغ‌های فرهنگی و فراغتی و عموما در بازارهایی که به نقاب وارد می‌گردند با این شخصان کارهای فهماندهی برگزار کرده شد و نگفته نماند که طول 8 روز می شود که گروه کاری در حدود 4 ناحیه‌های پایتخت با زیاده از 255 نفر و 45 گروه کاری تأسیس داده شده است که با شهروندان و مخصوصا ساکنان پایتخت با مسئله امروزه صحبت و واخوری دایر نموده ایستادند و در برابر برگزاری صحبت و ملاقات با اون نفرانی که امروز به نقاب‌های محافظتی در حدود پایتخت گشت و گذار می‌نمایند، از جانب گروه کاری به هر یک نفرانی که به نقاب وارد می‌گردند با آنها نقاب‌های محافظتی تقدیم کرده می‌شود. از جانب گروه کاری در بازار مهرگان و بازار ورزاب کارهای تبلیغاتی و تشویقاتی گذرانده شد. متخصصان توجه ساکنان را بر رعایت حتمی گیگینه شخصی و استفاده درست نقاب محافظتی جلب نمودند. نفرانی که به نقاب طبی گشت و گذار می‌کردند با آنها به طور رایگان نقاب داده شد. طور مشاهده گردید بسیاری شهروندان با خود نقاب دارند ولی آن را استفاده نمیبرند و با دیدن گروه کاری زود نقاب‌ها را میپوشند که این از بی‌اعتنایی آنها نسبت به سلامتی خود و نزدیکان درک می‌دهد. با کاهش یافتن سطح سیرایتی به کووید 19 در تاجیکستان نباید به اهمیتی و به مسئولیتی راه داد، زیرا در صورت رعایت نکردن کارهای بهداشتی و توصیه‌های مقرر نموده سازمان جهانی تندرستی خروج دوباره بیماری به احتمال نزدیک است. در رفت کارهای فهماندهی از جانب گروه کاری معلوم گردید که نه تنها خریداران بلکه بعضی از فروشندگان نیز از نقاب‌های محافظتی استفاده نمیبرند. مسئولین این بازارها را ضرور است پیوسته با فروشندگان و کارمندان کارهای فهماندهی را به راه مانند، رعایت قطعی قاعده‌های گیگینه شخصی و جمعیتی، استفاده حتمی نقاب‌های محافظتی طبی و رعایت فاصله بین همدیگر در شرایط پهنشوی بیماری سیرایتی کرونا ویروس با پیشگیری سریع از خروج موج دوم این بیماری در مملکت مساعدت می‌نماید. ساکنان را ضرور است جهت پیشگیری از پهنشوی بیماری کرونا ویروس در مملکت از توصیه متخصصان طب استفاده نموده خود و نزدیکان را از هر گونه بیماری‌های سیرایتی امن نگاه دارند. منوچهر سلیمان، مقصد اخبار. در جمهوری تاجیکستان کارهای پیشگیری کننده از پهنشوی بیماری کرونا ویروس پیوسته گذرانده می شود. گزارش همکارانمان اوید به انجام تدبیرهای بی‌ضررگردانی در شهر دوشنبه. جلسه نوبتی استاد شهری اوید به پیشگیری از خروج بیماری سیرایتی کووید 19 با بررسی همه‌جانبه وضع وابسته به تدبیرهای بی‌ضررگردانی و بهداشتی در پایتخت و وظیفه‌گذاری‌ها برای ادامه فعالیت کاری با اشتراک نمایندگان مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه و راهبران و مسئولان ساختارهای مربوطه شهری و ناحیوی دایر گردید. مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه با مقصد پیشگیری از بیماری‌های سیرایتی و تامین سالمی شهروندان در پایتخت تدبیرهای بی‌ضررگردانی سرتاسری را پرزور نموده آن را بیشتر در جاهای جمع‌شوی آدمان، مکتب و مؤسسه، کوچه و خیابان، موضع‌های فراغتی، ایستگاه‌های نقلیاتی و غیره به راه مانده است. این عمل در اساس دستور سپارش به واسطه رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی انجام می‌شود. این نوبت کارهای بی‌ضررگردانی در حدود بیناهای استقامتی کوچه احمد دانش گذرانده شد. در دایره تدبیرهای بی‌ضررگردانی از جانب کارخانه‌های صحوی شهر دوشنبه، بیناهای استقامتی، راهرو و درآمدگاه‌های بیناها با محلول مخصوص و با رعایت طلبات سانیتری کار کرد شد. همزمان در حدود محله‌های سریاسیا، خوجنبی‌های بالا و خوجنبی‌های پایان ناحیه اسماعیلی سامانی شهر دوشنبه نیز با جلب ساختار و مؤسسه‌های صحوی کارهای بی‌ضررگردانی گذرانده شد. در محله‌های بالاذکر این نوبت بی‌ضررگردانی با سوزانیدن مواد المدز یعنی با اصول دودی انجام داده شد.
در اساس نقشه و چاره‌بینی‌های مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه، این نوبت کارهای دزینفکسیونی در مؤسسه دولتی تعلیمی تا مکتبه رقم 158 ناحیه سینا برگزار شد. با وجود آنکه حالا در مؤسسه تعلیمی تعطیل ادامه دارد، گذراندن چنین چاره‌بینی‌های تمیزکاری و بی‌ضررگردانی امر سری وقتی است. یادآور می‌شویم که رهبریت مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه بهره سالمی جامعه همه گونه تدبیرهای مهم را روی دست گرفتند. با مقصد پیشگیری بیماری سیرتی در همه کارخانه و مؤسسه و تشکیلات و اداره‌های پایتخت، نو و سطح شکل مالکیت و تابعیت اداروی، اینچنین کوچه و خیابان، راهرو و گلگشت‌ها و دیگر انفراستراکچور شهرداری، کارهای بی‌ضررگردانی و تمیزکاری سرتاسری و تولید دائمی به راه مانده شده است. بی‌ضررگردانی بنا و انشاءات یارسان و گروه‌های تعلیمی مؤسسات تحصیلاتی تا مکتبی شهر نیز در ادامه همین اقدام‌ها عملی گردیده است. گفته می‌شود که مرحله به مرحله علاوه تمام مؤسسات تعلیمی و تا مکتبی کارکرد می‌گردند، زیرا سالمی نسل نورس و حفظ صحتی تعلیم گیرندگان یکی از مسائل اساسی به حساب می‌رود. با این مقصد منتظم تدبیرهای بی‌ضررگردانی تشکیل و برگزار می‌شود. در ولایت سوق در دوره آمادگی‌ها به استقبال جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان کارهای ساختمانی ادامه داشته. در این زمینه بنای حجره‌های کاری کارمندان ریاست حفظ محیط زیست ولایت تعمیر و نوسازی کرده شد. با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان در شهر استراوشان و ناحیه شهرستان است کارهای ساختمانی در بناهای بخش حفظ محیط زیست آغاز گردیدند. گزارش محمود احمدزاده و دلشاد یوسفی. در برابر انجام کارهای نظارتی تازگی محل بهر استقبال سزاوار از جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان، اجرای دستور و سپارش‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان از طرف مسئولین حفظ محیط زیست ولایت سوق نقشه چاره‌بینی‌ها تهیه گردیده، جهت همگزاری در سبز و خرمگردانی آباد و نظربان نمودن در درآمدگاه موضع تاریخی سرزم در شهر پنجکین و باغ نوبنیاد فرهنگی فراغتی ناحیه مسجد و مقدار زیاد نهال‌های آرایشی به آب و اقلیم محل موافق شنانیده شد. و همزمان در دایره کارهای آمادگی به استقبال جشن فرخنده ملی بنای دو آشیانه کاری ریاست حفظ محیط زیست ولایت سوق که در شهر خوجند جایگیر می باشد از تعمیر اساسی برآورده و کارمندان و متخصصان شرایط معیاری کاری فراهم آورده شد. حجره‌های کاری کارمندان و متخصصان با میز و کرسی جیوان‌ها تامین بوده بهر غنی نمودن دانش معنوی در بنای کاری کتابخانه علاهیده تشکیل یافته است و آثار ادیبان کلاسیکی و معاصر تاجیک کتاب‌های صحوی گرد آورده شدند. در درآمدگاه و صحن و اطراف بنا نوهای گوناگون درختان و گل و بوته‌های آرایشی شنانیده شدند که به حسن موضع زیبایی دیگر بخشیدند. در اساس نقشه چاره‌بینی‌های بخشیده به استقبال 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان و اینچنین در دایره 1300 روز مهنتی زردار به استقبال 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری یک قطار چاره‌بینی‌ها پیش بینی گردیده، اینچنین کارها به انجام رسانیده شده ایستاده است و از آن جمله ریاست ساختمان بینای نوی ماموری برای بخش‌های شهر و ناحیه‌های استراوشان، بوستان، شهرستان به نقشه گرفته الکی در شهر استراوشان ساختمان ساخته شده رفته ایستاده است و اینچنین الکی دوام سال روان تعمیر بینای اساسی ریاست حفظ محیط زیست ولایت به انجام رسانیده شد و اتاق‌های اینچنین کاری کارمندان ریاست به شرایط کاری مطابق کرده شد. با دستگیری حکومت جمهوری کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و مساعدت مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوق برای کارمندان بخش حفظ محیط زیست در شهر استراوشان و ناحیه شهرستان ساختمان بنای کاری از روی لایحه زمانوی آغاز گردیده است که برای فعالیت پرثمره کارمندان مساعدت می‌کند. این شرایط و امکانات‌های مهیا نموده حکومت جمهوری تاجیکستان و دستگیری دائمی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان کارمندان و متخصصان را روح‌بلند نموده است و آنها جهت اجرای وظیفه‌های خدمتی سعی و کوشش بیشتر می‌نمایند و نقشه دارند که جهت استقبال جشن‌های ملی سرسبزی و آبادی محل سهم خود را بیشتر گذارند.